درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه هفتم ژانویه. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت سبب مرگ 3 ساکن شهر کولاب در روز دوشنبه استعمال ترشی و یا پامیدار و بادرنگ شور بوده است. در بیانیه رسمی وزارت از روز هفتم ژانویه آمده است شریف ماه بدرغیو 61 ساله، گلچهره دختر 32 ساله و گلنسا نبیره 8 ساله او در نتیجه استعمال ترشی آلوده جان دادند. 6 عضو خانواده را در حال وزنین به بیمارستان انتقال دادند ولی بعد طبیبان میسر نشده است که 3 نفر را نجات دهند. بعضی از اعضای خانواده مرحومان بر رادیو آزادی گفتند سری وقت تشخیص درست نکردن شریف ما و گلنسا و بی‌اعتنایی طبیبان سبب مرگ این دو نفر شد، هرچند ممکن بود با درست شستن معده آنها جان مادر و دختران نجات دهند. یگان تاش بودرینگ سالیونی تای چیزا خوردگی نیستن، فقط زیرابوی خوردگیان، تورت خوردگیان، الیوی خوردگیان، خیلی الیویش نمونده برای سنجش. در تاجیکستان هر سال بنابر استعمال غذای آلوده چندین نفر هلاک می شوند. بنابر گزارش‌ها ارزش دلار در بازارها در تاجیکستان از مرز 8 سامانی گذشته است که 1 سامانی بلندتر از قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان است. از بس که صرافی‌ها بستند و معاملات با ارزی خارجی در بانک‌ها صورت می‌گیرد، تبدیل پنهانی دلار در بازارها دیده می‌شود. یک تاجر از بازار کاروان در دوشنبه روز هفتم ژانویه به رادیو آزادی گفت 1 دلار آمریکایی در این روز 8 سامانی و 30 درهم ارزش داشت و پیدا کردن دلار هم مشکل بود. بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار و 7 سامانی و 19 درهم تعیین کرده است و میگوید وضع نابسامان اقتصادی در منطقه، نزاع‌های سیاسی در جهان سبب کندی رشد اقتصادی تاجیکستان و همین گونه پایین آمدن قرب سامانی شده است. جمهوری اسلامی ایران عربستان سعودی را با آن متهم کرد که سفارت آن کشور در یمن را هدف گرفته است. وزارت امور خارجه ایران گفت هواپیماهای عربستان سعودی عمدن به بینای سفارت در شهر صنعا ضربه زدند و به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه به بنا آسیب رسانیدند و بعضی از کارمندان سفارت ایران را زخمی کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که به موضع‌های شورشیان حوثی در یمن ضربه میزند گفت که ادعای ایران را تحقیق میکند. نیروهای این ائتلاف شب 6 ژانویه موشک‌اندازهای آشوبگران حوثی را هدف گرفتند و از جمله به گفته سخنگوی ائتلاف به بعضی از سفارت‌های خالی که شورشیان آنجا پناه برده بودند ضربه زدند. قتل نیمر النمر روحانی شیعه مذهب در عربستان سعودی هفته پیش و بعد از آن حمله تظاهرگران ایرانی به سفارت عربستان در تهران سبب قطع رابطه‌های دیپلماتی دو کشور شد. در تاجیکستان دادن شهادتنامه بین المللی رانندگی شروع شده است. اتحادیه بین المللی رانندگان روز هفتم ژانویه با نشر بیانیه گفت شهروندان تاجیکستان از ماه دکبر امکان گرفتن شهادتنامه بین المللی را پیدا کردند و با این سند می توانند در خارج از کشور رانندگی کنند. نماینده اتحادیه به رادیو آزادی گفت شهادتنامه مثل ضمیمه برای شهادتنامه ملی رانندگی است و در بسیاری از کشورها اعتراف می شود. شهادتنامه بین المللی را بر اساس شهادتنامه ملی رانندگی می دهند و برای گرفتن آن سپردن امتحان‌های علاوگی ضرور نیست. همچنین به 11 زبان بین المللی رایج در جهان ترجمه شده است و تا پایان یافتن مهلت اعتبار شهادتنامه ملی رانندگی اعتبار خواهد داشت. از سال 2011 به این طرف بر اساس کنونسیون بین المللی وین سند ملی رانندگی در دیگر کشورها به شهادتنامه بین المللی اعتبار ندارد و رانندگی به چنین شهادتنامه در کشور خارجی قانون شکنی به حساب می رود و جزا هم دارد. یک آموزگار و روزنامه‌نگار سابقه دار از ناحیه شهر توسی ولایت ختلان کتاب تاجیکان را به زبان ازبکی ترجمه کرده است. حسن رحمت‌علیف روز هفتم ژانویه به رادیو آزادی گفت کتاب علامه باباجان غفوروف را مدت 4 سال از روسی به ازبکی ترجمه کرد. برای چاپ کتاب تاجیکلر 15150 دلار ضرور بوده است و وزارت معارف و علم تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است که کتاب را به نشر می‌رساند. کتاب تاجیکان قبلا به زبان‌های روسی و تاجیکی منتشر شده است و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.